به نام خدا و عرض سلام خدمت هر یک شما دوستان عزیز و گرامی قدر. موضوع امروزه ما به خواست خداوند اطراف یک سرزمین زیبای خواهد بود که آنجا جنت نام دارد. جنتی که الله مهربان اون را وصف زیاد کرده است در قرآن عظیم الشان و پیامبر صلی الله علیه وسلم بشارت‌های زیاد نسبت به نعمت‌های جنت دارند و راه‌های جنت و آن نعمت‌هایی که نه چشم دیده است و نه گوش شنیده است و نه در فکر کسی آن وارد گشته است. چند صفتی را، چند نعمتی را که الله مهربان بیان می سازد در وصف جنت در قرآن کریم. یکی از نعمت‌هایی که الله مهربان در سوره انسان می فرماید متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. از نعمت‌های جنت است این صحبت و چه زیباست زمانی که از جنت صحبت می شود، از یک نعمتی که الله مهربان برای بنده های صالحش و برای بندگان صادقش اون را نصیب می کند. از آنجا صحبت است، از آن سرزمین شادی که در آنجا غم نیست، اندوه نیست، در آنجا مرگ نیست، انسانها با همین جوانی دارند باقی می مانند، آنجا سال انسانها دور نمی شود، پیر شدنی نیستند. و این نعمت را الله مهربان بیان می سازد اطراف جنت که در آنجا چگونه است. بنده های هستند که در آنجا در تختها تکیه زدند و هوای اون جنت را خداوند بیان می سازد که یعنی اونجا آفتاب سوزان هم نیست و سردی سخت هم نیست تا انسانها آزار ببینند. یکی از علما می فرماید این نعمتی بی‌بهای الله را ببینه که در تابستان باشد، اگر آفتاب زیاد هم حرارتش بلند برود انسانها خیلی آزار می یابند، حتی بعضی از نفرها نفسگیریشان مشکل می شود. اگر سردی هم زیاد باشد انسانها بیمار می شوند. اما هوای جنت را ببینید چقدر زیباست که اونجا نه آفتاب سوزان است و نه سردی زیاد است که انسانها بیمار شوند. این نعمتی است که الله مهربان بیان می سازد. و دیگر نعمتی که در جنت واقع است الله در سوره فصلات این را بیان می کند و می فرماید که نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. آیتی که پیش از این آیه کریمه است، پیش از این که قرائت کردیم، اونجا از حال نفران بیان می کند خداوند، حال مؤمن ها را بیان می سازد و می فرماید که مؤمن ها آنانی که بعد از آن که ایمان آوردند و استقامت کردند به همون ایمان خودشان تسلیم بودند و امرهای خداوند را به جا آوردند، در نزدیک شدن مرگشان ملائکه ها می آیند و به سویشان می گویند که غمگین مباشید، اندوهگین مباشید و بر شما بشارت داده می شود جنت. کدام جنت؟ همان جنتی که اگر هر چیزی که دلت آنجا خواست، هر چیزی که نفس انسان آنجا خواسته می کند، خداوند براش اون را عطا می فرماید. و این چنین هر چیزی که در دل دارد، هر چیزی که دلش می خواهد، خداوند او را برایش هدیه می کند. چه از میوگی ها باشد، چه از گوشت های پرنده ها باشد، هر چیزی که دل انسان می خواهد خداوند آنجا برایش عطا می فرماید. وصف جنت عزیزان دل، بار دیگر هم می گویم که وصف جنت وصفی است که انسان نمی تواند او را وصف کرده. چرا؟ زیرا خداوند جنت را و پیامبرش را و بعضی دیگر نعمت‌های هست که خودش وصف کرده است و هیچ کس وصفی که خداوند برای بنده هاش رسانیده است او را وصف کرده نمیتواند. خودش داناست خداوند این کدام وصف و کدام معناست و چقدر نعمتی بزرگ است.
و یک شاعرم دو مصرع شعر دارد که میفرماید وصف تو کی لایق این ناکس است، واصف تو خالق عالم بس است. وصف تو ای پیامبر میگوید کی لایق این نفری هست که خیلی کوتاه است که تو را وصف کند، حال آن که خداوند تو را وصف کرده است. این چنین جنت را هم که خداوند وصف کرده است، بنده خیلی کوتاه است که او را وصف کرده باشد. دیگر اینکه چند راهی را خداوند و پیامبر صلی الله علیه وسلم برای بنده هایش خداوند و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای امت راهی را آموزاندند که اگر همین راه با همین راه ما رفتیم ان شاء الله که به جنت خواهیم رسید. یکی از این راه ها این است، حدیثی است که حضرت انس ابن مالک روایت میکند، میگوید یک نفر نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و پرسان شد که یا رسول الله متى الساعه، یا رسول الله قیامت کی برپا می شود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم از این سوال کننده پرسان شدند که تو چی آماده ساخته ای، چی توشه داری برای روز قیامت که از این پرسان شدی؟ اون نفر در جواب گفت که من چیزی در دست ندارم بجز این که الله را و پیامبرش را دوست می دارم. پیامبر صلی الله علیه وسلم یک بشارت زیبایی بر این صحابه فرمودند که انت مع من احببت، تو با کسی خواهی حشر خواهی شد که در این دنیا او را دوست داشته ای، یعنی با پیامبر صلی الله علیه وسلم. و حضرت انس ابن مالک میگوید که ما بعد از اسلام آوردن از این دیگر خوشحالتر نبودیم، از این حدیث دیده خوشحالی نداشتیم، این که پیامبر ما را بشارت به چی داد؟ بر جنت، در مقابل این که ما خدا و پیامبر را دوست داشته باشیم. و این چنین حضرت انس فرمودند که من پیامبر را و ابوبکر و عمر را رضی الله عنهما دوست می دارم و امید دارم که روز قیامت با اینها باشیم، با پیامبر و حضرت ابوبکر و عمر. اگر عزیزان دل ما هم می خواهیم که در جنت باشیم و با پیامبر صلی الله علیه وسلم و با حضرت ابوبکر و عمر و دیگر صحابه ها باشیم، حتما که در دنیا باید پیروی از پیامبر کنیم و پیروی از اصحاب پیامبر پیروی داشته باشیم تا اینکه روز قیامت با آنها حشر شویم. و دیگر یک بشارت دیگر است در حدیث دیگری که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که کلکم یدخلون الجنه الا من ابى، همه شما داخل جنت میگردید مگر کسی که خود نخواهد. همه شما جنتی هستید مگر کسی که خود نخواهد. صحابگان پرسان شدند که یا رسول الله کی است که جنت را نمیخواهد؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر نفر که مرا اطاعت کرد او جنتی هست و هر نفری که مرا اطاعت نکرد از جنت محروم خواهد گشت. و خداوند مهربان این راه ها را برای ما آسان کند که از این نعمت های بی‌بهای خداوند روز قیامت استفاده کرده باشیم و از اهل جنت گشته باشیم. همه شما را به خداوند متعال می سپارم. الله مهربان کلگی شما را در هر کجا که هستید در حفظ و امان خودش نگه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله.